سلام خدمت دوستان و همراهان عزیزم، همکاران گرامی و همه عزیزانی که صدای من رو و تصویر من رو میشنون. من امید گلرخ هستم، کارشناس عمران و دفتر فنی. امروز میخوام در مورد یه ترفند ساده که میتونه خیلی جا استفاده بشه با شما صحبت کنم. یه ترفند اجرایی. نقشه برداری تقریبا همتون میدونید که چه کاربردهایی داره. در همه پروژه های ساختمانی و صنعتی و راهسازی و حتی پروژه های ملی اولین گروهی که وارد کار میشن و کارزار رو شروع میکنن دوستان و همکاران عزیز نقشه بردار هستن که با تجهیزات و توان فنی و علمی خودشون وارد منطقه شده و به قول یارو گفتنی این کدها و دیتاهای لازم رو برداشت میکنن و این کدها و دیتاهای لازم مبنایی میشه برای جریان یافتن پروژه، برآورده احجام، طراحی، اصلاحات طرح حتی. پس کار بسیار سختیه. نقشه برداری کار بسیار سخت و طاقت فرساییه. اما نقشه برداری تو زندگی عادی ما مردم هم حضور پیدا کرده. مثلا شما یه زمینی میخرید، یک خونه ای میخرید و به طور کل وقتی شما یه زمینی میخرید بحث کاربری اون زمین خیلی مهمه و امروزه معمولا کاربری زمین رو ادارات مختلف استعلام میکنن و بعد در اون استعلامات به اداره اصلی که حالا میتونه ثبت یا هر ارگانی باشه جواب استعلام میدن و کاربری زمین رو مشخص میکنن. در تعیین کاربری زمین همیشه نقاط UTM زمین از طرف اداره و به قول معروف مرجع استعلام دهنده درخواست میشه. عرف عادی ماجرا اینه که شما وقتی میدونید این زمینی که به اصطلاح در موردش صحبت میکنید باید استعلاماتش جمع بشه و در تمامی این استعلامات نقاط UTM رو میخواد، شما میتونید به همکاران عزیز نقشه بردارمون مراجعه کنید. دوستان با تجهیزات بیان برداشت‌ها رو انجام بدن و نقشه UTM رو به شما تقدیم کنن. اما خیلی از موارد به خصوص در سطح شمال کشور زمانهایی پیش میاد که شما با کارشناس مربوطه سر زمین هستید، نقشه UTM کلیات زمین هم دارید، اما کارشناس در مورد یک موضوع خاصی مثلا عرض میکنم مثل وجود یک حلقه چاه در زمین مختصات UTM اون چاه رو میخواد، یا مثلا مسیر خط گاز، تلفن، حالا هرچی یه مختصات UTM نسبت به اون میخواد که شاید شما این مختصات UTM رو نداشته باشید در نقشه اولیه. اگر بخواید به نقشه بردار مراجعه بکنید خب به طب هزینه‌ای که اون روز انجام شده و هزینه دوباره به اصطلاح آوردن کارشناس مازاد بر هزینه‌های قبلی شما اضافه میشه. اما یه ترفندی رو من خدمتتون عرض میکنم. اون ترفند به این صورته که از اپلیکیشن های موبایل هم میشه استفاده کرد. اپلیکیشن هایی که بر اساس GPS گوشی موبایل کار میکنن و مختصات هایی رو به شما میدن. در ادامه این اپلیکیشن رو به شما معرفی میکنن. دوستان من، اپلیکیشنی که من به شما میخواستم معرفی بکنم این اپلیکیشن است. UTM Geo Map و همون جور که ملاحظه میکنید به اصطلاح منوی فارسی هم داره. شما با کدوم قسمت این اپلیکیشن کار دارید؟ با این قسمت، نقش مختصات. بر اساس این شما مثلا فرض کنید میایید روی زمین مورد نظر خودتون قرار میگیرید، 4 نقطه رو انتخاب میکنید و دیتاهای مختصاتی این 4 نقطه در اپلیکیشن ذخیره میشه. و اما حالا شما چجوری میتونید از این دیتا استفاده کنید؟ برای استفاده از دیتاهای این نقاط برداشت شده یک کلیک روی نقطه بکنید. این قسمت خواص داده ها مشخص میشه.
در خواص داده ها دقت کنید که مختصات جغرافیایی اون نقطه رو به صورت یک مختصات جهانی و عرض و طول جغرافیایی DCM و حتی یه مختصات یونیورسال یا UTM هم به شما میده. اون چیزی که بیشتر به درد شما میخوره این مختصات DMS که بر اساس این شما میتونید مختصات UTM اون نقطه رو به دست بیارید. در ادامه ماجرا شما این مختصات رو داشته باشید، مثلا عرض جغرافیاییمون 50 درجه و 12 دقیقه و 39 ممیز 54. این ممیزها رو حتما تو ذهنتون داشته باشید و حتما باید انجام بشه روش. در ادامه میایید به سرچ گوگل و سرچ میکنید تبدیل درجه به UTM. سایت های مختلفی میاد، مثلا این سایت. مثلا یه همچین سایتی میاد، درسته؟ شما در این سایت میتونید به سادگی اون مختصات اولی که من به شما گفتم، مثلا نوشته در مورد طول جغرافیایی میشه 50 درجه و 12 دقیقه و 39 ممیز 54 ثانیه. در ادامه در پایین عرض جغرافیایی رو می نویسیم 36 درجه و 12 دقیقه و 28 ممیز 15. زوم رو تغییر ندید، بیضویرم تغییر ندید، تبدیل رو بزنید. ملاحظه میکنید که مختصات X و Y UTM و اون نقطه‌ای که ما دادیم و حتی حدود جایی که اون نقطه وجود داره رو به ما نشون میده. این مختصات UTM دقیقه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خب دوستان عزیز، این ترفند، حالا اینجا شاید لپتاپ باشه، میتونید رو گوشی خودتونم اگر داشته باشید راحت اجرا بکنید، ولی در کل میتونم بگم که شما مختصات نقاط رو میتونید به این روش به دست بیارید. اما تبدیل کردن این مختصات به نقشه باز توسط بچهای نقشه بردار باید انجام بشه، چون باید این مختصات ها دوباره بیاد رو سیستم به اصطلاح مختصاتی پیاده بشه و تبدیل به نقشه واقعی بشه. اما این مختصات گیری درسته. شما میتونید مثلا مختصات نقاطی رو که اون لحظه نیاز دارید به این روش بگیرید و حتی در این سایت ها بفهمید که زمین شما تو چه موارد، تو چه حوالی وجود داره و جایگاهش رو پیدا کنید. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید. اگر این پست منو پسندیدید همراه من باشید. ممنونم از شما.